سلام بچه‌ها، حالتون چطور؟ امیدوارم هر چه که هستید حالتون خوب باشه. من بیگ بن هستم. خیلی خوش اومدید به ویدیو جدید. آقا تو ویدیو امروز قرار بهتون فست اسکوپ کلا یه کوچولو شاتگان زدن یاد بدم، به خصوص فست زدن شو. حتما تا آخر ویدیو با هم باشید. اگه تازه هستید حتما کانال رو سابسکرایب کنید، زنگوله بغلش رو بزنید. به محض اینکه ویدیو گذاشتم میبینید لایک و کامنت و اینجور چیزا یادتون نره. دمتون گرم. بریم سراغ ادامه ویدیو، جایی که کلا می‌خوایم درباره شاتگان زدن، سنسیتیویتیش و خب یه سری از نکاتی که مطمئناً اگه بدونید فست زدنتون خیلی بهتر میشه صحبت بکنیم. خیلی خوب. آقا اولین نکته قبل اینکه کلا شما شاتگان بزنید اینه که شما سنس هاد و اینجور چیزاتون اوکی باشه برای شاتگان زدن. خیلی خوب بچه‌ها، این هاد منه، همون جوری که دارید میبینید. برای شاتگان زدن یعنی برای فست زدن دو تا دکمه خیلی مهمه. یکی همین ایمه و یکی هم دکمه‌ای که باش بتونید تیر بزنید. من الان دارم هاد خودم بهتون نشون میدم. قبلا هم گذاشتم توی کپشنم نوشتم، یعنی لینک ویدیو هاد خودم گذاشتم. کلا همه دکمه‌ها رو توضیح دادم که چیکار میکنه. یه خیلی هم هاد براتون گذاشتم که اکثریتشون به درد فست زدن میخوره، میتونید ازشون استفاده کنید اگه فقط هاد منو نمیخواید. هاد خودم بهتون نشون دادم که بگیرید چی به چیه. ولی قبل اینکه بریم وارد یه مچ بشیم اونجا کوچولو درباره این شاتگان زدن اینا صحبت کنم، میخوام بریم توی حالت تمرینی. دقیقاً همون اچ بتل رویال خودم رو چیدم، اتچمنتش هم قبلا براتون گذاشتم، الان دوباره هم دارم نشون میدم. ولی خب قبل اینکه بریم وارد اون بخش بشیم، میخوام همین شاتگان رو بریم باهاش تو بخش تمرینی یه سری نکات اینجا بهتون بگم، بعدش میریم وارد بتل رویال میشیم، یه گیم پلی خیلی ریز میبینیم و یه کوچولو نکاتی که مطمئناً به دردتون میخوره رو بهتون میگم. آقا دومین نکته بعد هاد خوب تسلط به سنستونه. یعنی شما باید قشنگ بدونید سنستون چی به چیه، کجا هستش، تا اینکه کمتر میس برید. من خودم به شخصه این گیم پلی که داشتم رکورد میکردم انگشتیام با من نبود، لاستین انگشتی هر چیز دیگه‌ای که میگید بهش، و خب یه کوچولو توی سنس هم دچار مشکل شده بودم. این بخشی که براتون بلر کردم بخشیه که شما وقتی سفر رو میکشید باید حرکت بکنه ایمتون، سمت چپ که خود کاراکترتونه، سمت راست یعنی از وسط به راست برای ایمتونه. همون جوری که میبینید من قبلا بچه‌ها بهتون توضیح دادم که چه شکلی میشه با سری چرخوندن انگشت شما سریعتر انجام بدید. ویدیوهاش هم هستش قشنگ تو کانال من سرچ کنید درباره بیسیک و اینا قشنگ میاد. توی تنظیمات بیسیک دکمه هستش که بزنید میتونید با سرعت چرخوندن و اینجور داستان. یه ویدیو 17 18 دقیقه‌ای بود، نمیتونم توی 2 دقیقه بهتون بگم. ولی خب جدا از اون شما قشنگ باید بدونید که سنستون چی به چیه. دو تا نکته خیلی مهمه. یکی این که انگشتتون رو وقتی آروم از وسط صفحه به سمت راست میکشید دقیقاً ایمتون چقدر تغییر میکنه. یکی هم تو حالت سریعه که وقتی سریع این کارو انجام بدید چقدر تغییر میکنه. دومین نکته یعنی بعد سنسیتیویتی حتما باید اون هادی که میچینید جوری باشه که شما راحت بتونید اسلاید جامپ بزنید. دقیقاً به این حالت، حالا نه فقط یه اسلاید ساده، یه جامپ ساده بتونید بزنید. این خیلی توی شاتگان زدن میتونه بهتون کمک کنه. چرا؟ یه دونه میس که بخواید بدید نباید ثابت همونجا وایسید. اگه طرف اس ام جی داشته باشه، شاتگان هر چیز داشته باشه، شما رو خیلی راحت میزنه. یعنی اگه میس دارید که من توی مچی که میخوام براتون بزنم از قصد میسم میدم که ببینید تو اون شرایط باید چی کار بکنید، بعدش باید یه دونه اسلاید بزنید حتما. پس باید تسلط داشته باشید به هادتون، اسلاید، جامپ، ایم و دکمه تیر. کل هادتون یه تسلط خیلی قوی باید نسبت بهش داشته باشید. جدا از اونم سنس هم که باید بدونید چی میشه، که تقریبا وقتی که یه دونه ترن میزنی، یه دونه حالت 180 درجه میچرخید، دقیقاً ایمتون کجا میاد. خیلی خب بعد این بریم سراغ نشونه همین ADS، همین کاری که من دارم میکنم و میخوام بهتون بگم. حتما بچه‌ها چه مولتی بازی میکنین، میخواین اسنایپ فست بزنید، چه بتل میخواین، چه میدونم شاتگان بزنید، هر چیزی حتما برید توی ستینگتون، بیاین توی بخش بیسیک. اینا من قبلا توضیح دادم ولی خب دوباره میخوام بهتون بگم چون خیلی مهمه. حالت ADS برای هم بتل رویال هم مولتیتون رو بذارید توی تپن هولد تو ADS، یعنی این گزینه اول. فرقش چیه؟ اسنایپ زدنتون شاید یه کوچولو سخت‌تر بشه، 4 انگشتی نباشید یه کوچولو دچار مشکل میکنه براتون. الان شما وقتی رو دکمه ایم میزنید باید روش نگه دارید، اگه دستتون رو بردارید از حالت ایم خارج میشه. دقیقاً همین صحنه‌ای که دارید میبینید. این برای فست زدن خیلی بیشتر میتونه به دردتون بخوره. اون گزینه‌های دیگه هم من قبلا توضیح دادم، ولی خب یه گزینه اینه که وقتی روش یه دونه میزنی ADS باز میشه، باز میمونه، دوباره باید یه دونه بزنی که بسته بشه. خب این برای فست زدن خوب نیست. شما میتونید ایم بگیرید بزنید که چه کاریه دیگه. فست زدن یعنی که شما سریع بخواید بزنید، سریع برید روی ADS، سریع شات بزنید، بکشید بیرون از ADS. این به دردتون میخوره. یه نکته دیگه هم میخوام بهتون بگم. خیلی از بچه‌ها میگن که هیپ فایر بهتره و اینجور داستانا. بچه‌ها هیپ فایر برای فایت نزدیک آره میتونه بهتر هم باشه، ولی وقتی که یه کوچولو فاصله خودتون رو از انمی بخواید بیشتر بکنید، یعنی دقیقاً توی این صحنه که دارید می‌بینید الان توی تقریبا این صحنه زیاد تفاوتی ایجاد نشد، ولی اینجا رو نگاه کنید.
دمیجی که داره میپره بیشتر از 60 تا نیستش، یعنی در نهایت چقدر میخواد 70 80 تا باشه، ولی وقتی رو حالت ADS میرید به 170 80 تا میرسه، یعنی یه 100 تا این وسط تفاوته. این 100 تا میتونه وان شات بکنه. الان هیچ پرکی نیست، هیچ مادی نیست، لانگ برل نیست، لانگ رنج نیستش. این همون بیس شاتگانیه که اتچمنتش هم قبلا چندین بار بهتون دادم، توی همین ویدیو هم گذاشتم. پس حتما حواستون باشه این فاصله فست خودشو کاملا نشون میده، هرچند تو فایت های نزدیک هم نشون میده و شما قشنگ دقت بکنید اینجا قشنگ متوجه میشید که پراکندگی تیر تو حالت ADS خیلی کمتره. خب همین میتونه خیلی به دردتون بخوره. وقتی که شما شاتگان میزنید 7 8 تا تیر 10 تا تیر شلیک میشه، هر کدوم یه دمیجی وارد میکنه. بهتر اینه که تمام اون تیرا بخوره، یعنی وان شات شدن اینه که شما همه این تیرایی که میزنی به انمی بخوره. میبینید 10 تا تیر تقریبا. توی فایت نزدیک نشون نمیده، هیپ فایر بزنید ADS بزنید فرقی نداره، ولی وقتی که فاصله میگیری قشنگ مشخص میشه. وقتی که دارم هیپ فایر میزنم پراکندگی تیر زیاده، تیرا با فاصله بیشتر از هم دیگه میخورن به هدف، ولی وقتی که ADSش میکنی همه میخوره. این به دردتون میخوره. پس اون چند تا نکته‌ای که بهتون گفتم همینا بود. حتما حواستون باشه به هادتون، به سنستون تسلط زیاد داشته باشید، بتونید موومنت‌های خوب بزنید، کمکتون میکنه. ولی خب اون مرحله بعدی که حالا موومنت بخواید بزنید اینجور چیزا، اول از همه سنس که قشنگ بدونید وقتی که 180 درجه دستتون رو بچرخونید، یعنی وقتی که میخواین یه ترن 180 بزنید، یه دور 180 بزنید، دستتون رو چقدر باید بچرخونید، سریع میخواین بچرخونید چقدر و اینجور داستانا. حالا من کاملا بهتون قبلا اینا رو توضیح دادم تنظیمات بیسیکو، ولی خیلی سریع بگم برام دست از بچه‌ای که نمیدونن، توی تنظیمات یه دونه گزینه هستش که اگه تنظیمش بکنید، اگه فعالش بکنید، دستتون رو سریعتر بچرخونید، کاراکترتون سریعتر میچرخه و خب این داستانش فرق میکنه. میتونید چه میدونم مسافت بیشتری بچرخید و اینجور داستانا که دیگه زیاد نمیخوام وارد اون بحث بشم، ولی این چیزایی بود که باید بهشون تسلط داشته باشید. نکته بعدی هم همین کاریه که من دارم میکنم. اینا رو گفتم که برسم به این. یه دونه اسلاید میزنید، حالا جامپ هم میتونید بعدش بزنید، ولی بعدش یه ترن 180 میزنید، ایمتون رو دقیقاً قفل میکنید به همون جایی که بود. این خیلی خیلی به دردتون میخوره. بس دیگه از این حالت تمرینی خارج، همین چیزایی که بهتون گفتم همه رو برید تو بتل انجام بدید، چون که سنس اونجا فرق داره. یعنی که سنسور رو یکی کنید دستتون بیاد دیگه. سوم شخص و اینجور داستانا هم هستش. به نظر من برید اونور تمرین کنید خیلی بهتره. من دیگه گفتم اینور بهتون بگم که حالا شما تمریناتون رو برید توی بتل رویال انجام بدید. آقا ما یه دونه مچ همینجوری استارت کردیم، سولو هم زدم چون که حالا می‌خواستم یه کوچولو اینور اونور برم. حتما تا آخر ویدیو با من باشین. نکات تازه از اینجا شروع میشه. امیدوارم که به دردتون بخوره، هرچند مطمئنم که به دردتون میخوره. خیلی خوب آقا، از اونجایی که من نمیخواستم خیلی شدید شروع بکنم بازی رو، رفتم یه دونه همینجوری محله داغون و خیلی گشتم دنبال شاتگان و اصلا شاتگان پیدا نمی‌کردم. یعنی ببینید تمام این خونه ها رو من گشتم، یه دونه شاتگان پیدا نکردم که بخوام یه کوچولو موومنت و اینجور چیزا رو نشون بدم. خونه رو عوض کردیم، رفتیم یه جای دیگه، اینجا هم گشتیم نبود، میریم یه جای دیگه. ببینید خیلی این همین داستان فکر کنم برای من 10 دقیقه طول کشید تا اینکه تونستم بالاخره شاتگان پیدا کنم. یه تیکر من اینجا کراپ میکنم، آخر ویدیو میذارم برای اون دسته از بچه‌ای که تا آخر ویدیو با من هستن. بریم سراغ سری فایت و خب دیگه اینجا میخوام عملی بهتون نشون بدم. خیلی خوب آقا، بیس داستان اینه وقتی که تمریناتتون زیاد بشه قشنگ دستتون میاد که ایم گرفتن چه شکلیه، تیر زدن چه شکلی و اینجور داستانا. اینجا من رفتم دوباره برم و دیدم که یکی از بچه‌ها اونجا با چاپر وایستاده، میخوام به این داداشمون راش بدم. یه سری نکات اینجا میخوام بهتون بگم که مطمئنم به درد شاتگان زدنتون خیلی میخوره. خیلی خوب آقا، اینجا من قشنگ محلش رو پیدا کردم، بهش راش دادم و اینجا رو ببینید یه دونه اسلاید میزنیم، خیلی راحت اینو زدیم. البته وقتی که شاتگان رو میزنید حتما حواستون باشه صداتون روی آل باشه، معمولا فوش میشنوید دیگه. منم خیلی این داستان پیش میاد، کاری نمیشه دیگه. از این به بعدم جای صدای بیپ صدای گوسفند میذارم چون اینو گوسفندی بشین. آقا کاری نه. اینجا ما شاتگان این داداشمون رو گرفتیم، اچ اس داشتش، یه دونه تیر نتونست بهم بزنه. چرا؟ چون اسکیل نره، مثل خیار اونجا وایساده بود. به خاطر همینه بهتون میگم به سنس تسلط داشته باشید، به هات تسلط داشته باشید. اسلاید زدن خیلی به دردتون میخوره. شاتو که زدید دیگه فکر نمیکنید، یه اسلاید میزنید، بعدش چاپر رو برداشتیم رفتیم دنبال انمی بعدی بگردیم و نکات بعدی رو بهتون بگم. راشو میدیم، یه دونه اسلاید، یه ترن 180 که گفتم میسم دادید فدای سرتون. اسلاید بعدی، فست بعدی، خیلی راحت‌تر میتونید فایت رو در بیارید. برگردیم یه نکته اینجا بهتون بگم. بچه‌ها وقتی که لند میکنید، اولین کاری که میکنید موقعیت خودتون رو سمت انمی میکنید. ببینید اینجا انمی راست منه، یه اسلاید میزنید، یه ترن. به خاطر همین میگم سنس به درتون میخوره. انمی افتاد جلوی من، یه فست دادم میس شد، فدای سرتون. یه اسلاید میزنید، دوباره انمی رو روبروی شاتگانتون در میارید، یه شات بعدی رو میزنید. حالا چه هیپ چه فست دیگه مهم نیستشون. حتما پس به این نکته توجه داشته باشید، انمی باید روبروتون قرار بگیره. و برای بچه‌ای که شاتگان نمیزنید
سعی کنید که روبروی شاتگان زن قرار نگیرید. هر کاری که میتونید بکنید اسلایدایی که میزنید به سمت چپ و راستش باشه که شاتاش میس بشه، خیلی کمکتون میکنه. داشمون اومد، من اول بیخیال این بات شدم، فکر کردم اون بهم راهش میده که متاسفانه این کارو نکردش، رفتش. حالا ما این بات رو زدیم، میریم سراغ ادامه داستان. ولی خب تسلط به سنس و هاد بچا همین جاها به دردتون میخوره. چرا میگم به سنس؟ خیلی من دارم به این نکته توجه میکنم، خیلی هم تاکید دارم بهتون، حتما حواستون باشه. به خاطر این میگم هاد چون با تمرین بچا 2-3 هفته شاید طول بکشه تا اگه هاد جدیدی انچیدید، اگه مثلا چه میدونم از الان خواستید یه هاد جدید بچینید، 2-3 هفته به خودتون زمان بدید. اینجا من الکی دارم تیر مشقی میزنم که اون داشون به ما راش بده، بفهمه من اینجام، ولی خب این کارو نکردش، ما بهشون راش میدیم. ولی خب من بهتون میگم حتما تمرین داشته باشید. میگم تسلط به سنس، چرا اینجور جاها سنس به دردتون میخوره. ببینید راش دادم، یه اسلاید زدم، یه ترن خیلی راحت دارم، اینو شما نگاه میکنید شاید آسون باشه، ولی الان ببینید انمی بغل منه، باید بیارمش روبروم، چیکار میکنم؟ اسلاید میزنم، خیلی راحته، ولی باید دستتون باشه این اسلاید رو زدید سفر رو چقدر بچرخونید که انمی دقیقاً روبروتون باشه. بعدش فست زدن برمیگرده به هادتون، اینکه سریع اسلاید رو زدی، اگه جامپ هم زدی یا اینکه هر چیز دیگه ای، چه شکلی فست بزنی، چه شکلی سریع ایمو بگیری، در حالت ایم سریع دکمه تیر رو بزنی. همه اینا تمرینه، یعنی چیز خاصی نیست. اینجا من اشتباه کردم جامپ زدم، ولی خب چیزی که میدونم اینه که اون داداشمون از چاپر پرید، یه دونه جامپ زد، یه نفرم این پایینه، اول این بالایی رو میزنم، یه فست میزنیم برای این داداشمون میفته، بیچاره اصلا نفهمید چی شد. بچه‌ها فست زدن اینجور جاها خیلی به آدم حال میده. حالا آرمورم پر میکنم، نفر بعدی هم دیدم یه کاور نسبت بهش میگیرم، میریم سراغ نفر بعدی، قشنگ جاشو باید مطمئن شیم اونم که درگیر پالترای منه. خیلی راحت بچه اینجا نکنید، یه دونه اینجا نزدم شاتو چون که میدونستم میس میشه، خیلی راحت خودش اومد جلوی من. حالا این داداشمون خیلی داداشمون فکر نکنم، ولی خلاصه این خیلی عزیزمون نوب بود، تونستیم بزنیم. پرو هم باشه هیچ مشکلی نداریم. فقط حواستون باید باشه انمی رو موقعیتشو بندازید جلوی شاتگانتون، شاتو بزنید، تموم میشه. خیلی خب بچه‌ها، اینا نکاتی بود که مطمئنم به دردتون میخوره، ولی من بازم تاکید میکنم، اول اصلا اگه هاد همین الان این هاد منو میخوای بری بچینی یا هر هاد دیگه ای، به خودتون 2-3 هفته زمان بدید، اصلا عجله نداشته باشید. برای ما هم طول کشید واقعا به شاتگان قدیمی منو ببینید، من اصلا خوب نمیزنم، یه عالمه هم میس میدادم. حتما پس به این نکته توجه داشته باشید. میتونید از هیپ فایر شروع کنید، زیاد درگیرش نشید که بخواید فست بزنید. من الان واقعا این شکلی هم که فریک عجیبی دارم رو فست و اصلا نمیتونم انگار هیپ بزنم. پس به این نکته هم توجه داشته باشید که براتون یه عادت میشه فست زدن. یعنی من الان انمی میبینم شاتگان دستمه، ناخودآگاه میخوام فست بزنم، نمیتونم هیپ بزنم. دنبال 2 نفر بعدی هم طبیعتا، به خاطر همین کوچولو سرعت ویدیو میارم بالا، حوصله شما سر نره. پس حتما به خودتون زمان بدید، هادتون حتما تسلط بهش پیدا کنید، به سنستون تسلط داشته باشید، بدونید وقتی که یه دونه سری میچرخونید چقدر کاراکترتون میچرخه، 180 درجه است، 90 درجه است، بینشونه. حتما به این نکته توجه داشته باشید. این عزیزمونم با M21 سعی میکرد ما رو بزنه، یه کوچولو اذیتش میکنم، در نهایت هم میزنمش، ولی خب شما حتما توجه داشته باشید، سنستون خیلی مهمه بچه‌ها. اگه میخواین میس ندید باید اول از همه به سنستون تسلط داشته باشید. من آستین انگشتیمو نمیندازم، انگار یه سنس دیگه دارم، یعنی در این حد دقیق باید باشید. یه میس اینجا داریم، این میسایی هم که من میدم بچه‌ها صرفا به خاطر همین این مچی که داشتم بازی میکردم اون انگشتیام با من نبود و دقیق نمیدونستم کجاست، یعنی یه چند سانتی این ور اون ور بود داستان. همین چند سانتو میبینید قشنگ باعث میشه میس بزنم. همونجوری هم که میبینید من لانگ برل ندارم بچه‌ها، اینا که وان شات دارن میشن با صرفا لانگ رنجه، ولی خب این فاصله نزدیک و وقتی که فست میزنید طبیعتا وان شات هم میشه. بگذریم. شما حتما هاد خوب داشته باشید برای فست زدن، باید حتما یه هاد خوب داشته باشید که بتونید اسلاید، جامپ، ایم، شات اینا همه رو با هم دیگه بتونید همزمان انجام بدید. نه اینکه حالا همزمان ولی با فاصله زمانی خیلی کم. تسلط به هادتون داشته باشید، یه دونه میس تموم شده رفت، اصلا نمیتونن کاری بکنن. ولی خب بریم سراغ اون نکته‌ای که گفتم آخر ویدیو بهتون میگم، برای اون دسته از بچه‌ای که تا ته با من بودن. خیلی خب بچه‌ها اینجا رو نگاه کنید، یه نکته‌ای که خیلی‌ها توجه نمی‌کنن بهش، حالا من دوای دردش رو تا یه حدودی هم بهتون میگم، ولی اینه. ببینید میشینیم، خیلی ها تو کامنت ها حتی با میگن داش چیکار میکنیم، ما بعد شاتگان زدن میشینیم. بعضی وقتا این مشکل من دارم. بچه‌ها اینجا رو نگاه کنید، وقتی که ایم میگیرید، فست میخواین بزنید، سری میشینید، بعدش سری میخواین بعدش اسلاید بزنید، میشینه کاراکتر. خب این چیز کاملا طبیعیه، چون کاملا از حالت ایم خارج نشده. اگه میخواین بعد فست زدن سری اسلاید بزنید، حتما به این نکته توجه داشته باشید، کامل از ایم باید خارج بشه کاراکترتون. پس به این نکته توجه داشته باشید. حالا یه درد دیگه هم داره که اونو جلوتر بهتون میگم، ولی این برای همه هستش، حتی اگه آلویز اسپرینتتون بالا باشه که الان میخوام به اون بپردازم. ولی اگه فست خواستید بزنید، در آوردید شاتگان رو رفتید روی ایم، حتما به این نکته توجه داشته باشید که باید یه کوچولو بگذره بعدش اسلاید بزنید نشینه.
و نکته بعدی هم اینه که این دکمه آلویز اسپرینت سنسش رو تا ته ببرید بالا، یعنی بذارید روی 100. قبلا یه ویدیو کامل دربارش ساختم ولی گفتم توی این ویدیو خیلی سریع بهتون بگم. برای اون دسته از بچه‌ای که نمیدونن داستان چیه به من اعتماد کنید. آلویز اسپرینت رو تا ته سنسش رو ببرید بالا. اینجوری وقتی که یه کوچولو جویستیک رو میگیرید بالا شروع میکنه به دویدن. وقتی تو حالت دویدن شما دکمه کرانچ رو میزنید، کراش نمیدونم حالا هر چیزی اسمشه، شروع میکنه اسلاید میزنه، دیگه نمیشینه. اینم یه دردی بود که گفتم بهتون بگم. خیلی ازتون ممنونم که ویدیو رو تا آخر نگاه کردید. گفته بودید درباره فست زدن ویدیو بساز، من بهتون میگفتم سنس هاد، یعنی هنوزم میگم حتما یه سنس خوب داشته باشید، یه هاد خوب داشته باشید، به جفتشون یه تسلط زیاد داشته باشید، بعدش دنبال فست زدن و ترفنداش و اینجور چیزا بگردید. ولی بچه‌ها واقعیتش کلیتش همینه، یعنی کلا برمیگرده به سنس هاد، تمرین زیاد و این سری نکاتی که بهتون گفتم. یه چند تا این نکاته که واقعا بقیه‌اش با تمرین درست میشه. حتما سنس خوب، هاد خوبو داشته باشید، یه عالمه تمرین بکنید، یه درخت توی بتل رویال بردارید، هی اسلاید بزنید اینور اونور، فست بزنید بهش. ویدیویی که نارکو توی سیزن 1 ساخته بود، سیزن 2 ساخته بود در شاتگان زدن، همونه. یه عالمه تمرین بکنید، مطمئنم به درتون میخوره. منم یه عالمه تمرین شاتگان براتون قبلا گذاشتم، میتونید بگردید توی چنل من سرچ کنید تمرین شاتگان میاد. خیلی ازتون ممنونم که ویدیو تا آخر نگاه کردید. لایک، کامنت، سابسکرایب و این چیزا یادتون نره بچه‌ها. دمتون گرم بابت همه حمایتایی که میکنید. اگه دیگه خیلی با من حال میکنید حتما ویدیو برای رفیقاتون بفرستید. اگه این ویدیو آموزشی اینجور چیزا دوست دارید حمایتتون رو ببرید بالا که من آموزشیام بیشتر کنم. بازم ازتون ممنونم. تا ویدیو بعدی که سعی میکنم به زودی براتون بذارم، این پیشنهادم دارید تو کامنت ها بگید. خداحافظ.